گفتگو میکنیم با یک دیگه از اساتید بسیار دوست داشتنی، چهره شناخته شده و خوش انرژی به قولی، آقای پیام بهرامپور عزیز. خوشحالم که باهات گفتگو میکنم از طریق اسکایپ. صدای من رو میشنوی؟ سلام، وقتت بخیر. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی بشه. حتما هم همینطور هست. آقای بهرامپور عزیز، حالا شما چهره شناخته شده هستی، از اساتید خوب حوزه کسب و کار و اقتصادی. من خواهش میکنم اما خودتون رو معرفی بفرمایید که از رسانه تیوی هم به یادگار داشته باشیم خاطرات و معرفی شما رو. زنده باشین. چشم. من اگه اجازه بدین از دو بخش بگم، هم بحث تحصیلی هم بحث تجربه کاری رو خدمت دوستان عرض بکنم، چون به هر حال فضای کسب و کار هستش و دقیقاً دوستان باید بدونن که تو چه فضایی حضور دارم. من کارشناسیم رو دانشگاه خوارزمی علوم تربیتی خوندم، بعد دانشگاه نئومای فرانسه MBA EMBA یعنی مدیریت اجرایی تو دانشگاه نئومای فرانسه و الان هم دانشجوی کینگز کالج لندن هستم، رشته نوروساینس یا علوم اعصاب کاربردی، نوروساینس، این که تو مغز ما چی میگذره و چطور با دونستن اینکه تو مغز ما چی میگذره بتونیم بهتر زندگی بکنیم، کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم. این به لحاظ تحصیلی. حالا این تحصیلات رسمی، البته خب واقعا همه زندگیم سعی کردم آموزش ببینم و یاد بگیرم. به لحاظ کاری هم در حال حاضر 2 مجموعه دارم، حدود 70 نفر همکار توی مجموعه هم حضور دارن. یک استارتاپ هستش که یک اپلیکیشن ذهن آگاهی هستش به نام آرامیا و مجموعه بیشتر از 1 نفر که یک مؤسسه آموزشی هستش و کنار اینها خب کنار خیلی از بزرگانی که تو کشور واقعا افتخار میکنم، نمیگم به عنوان مشاور چون بیشتر من از اونها یاد گرفتم تا اونا از من، ولی کنار اون عزیزان هم به عنوان مشاور، یعنی اسمم به عنوان مشاور ولی در حقیقت به عنوان کارآموز بودم و خیلی چیزها توی فضای کسب و کار کشورمون آموزش دیدم. بسیار عالی، لذت بردیم. من میدونم شما مشاور بسیاری از کسب و کارها بودی، بهشون کمک کردین که پیشرفت کردن. اما بریم سراغ درس و دوره‌ای که قراره در MBA در خدمت شما باشیم. چه دوره‌ای رو قراره شما تدریس بکنید؟ من 2 دوره رو در خدمت دوستان خواهم بود. یکی مهارت‌های ارتباطی مدیران هست و دیگری بحث مذاکره است که حالا میتونیم اینا رو دیگه باز بکنیم که دقیقاً چه سرفصلایی هست و چه جزئیاتی. بسیار عالی. من فکر می‌کنم مطابق روال ما یه 10 دقیقه رو فرصت داریم که یکی از دوره‌ها رو به دلخواه شما انتخاب بفرمایید و بخشی از اونها رو آموزش بدید، از زبان و بیان شما بشنویم. ولی قول می‌گیریم که روزی که آموزش شما بود تو 3-4 ساعت یا 2 تا 3 ساعت حتما حضوری در خدمتتون باشیم ان شاءالله. شما ایرانی؟ من ایران نیستم ولی تمام تلاشمو میکنم که باشم. خب اگر به هر حال هر زمان تشریف بیارید خوشحال میشیم، اگر نه بازم از همین طریق هم باشه، مهم اون دانشیه که منتقل میشه. پیام بهرامپور عزیز، میشنویم، یه 10 دقیقه‌ای باهات همراه هستیم. باز آخرش من میام چند تا پرسش و پاسخ و دیگه زیاد وقتتون نمیگیریم. موفق باشین ان شاءالله. قربانت. زنده باشین. خیلی متشکرم. من فکر می‌کنم که اول از همه یه کوچولو راجع به این مهارت‌های ارتباطی صحبت بکنیم و یه گپی بزنیم. بحث ارتباطات رو خب من سال‌هاست روش کار می‌کنم، حدود 8 سال هستش که آموزش مهارت‌های ارتباطی میدیم. از بحث فن بیان این بحث آغاز شد، اینکه چطور صحبت بکنیم، بعد هی گسترش پیدا کرد دیدیم نه واقعا این داستان جای کار زیادی داره. مدیران بسیار توانمند و جایگاه بالا علاوه بر اینکه فن بیان برای صحبت کردن در جمع رو به اندازه کافی ندارن، یه سری ویژگی‌های ساده ارتباطی رو هم نمیدونن و الان اینجا خیلی خوبه، همه تشویقشون میکنن، میگن آفرین چقدر موفقید، ولی واقعا میتونن خیلی خیلی بالاتر از تصور باشن فقط به واسطه خوب صحبت کردن. زبان فارسی هم پیچیدگی‌های خاص خودشو داره. ما یک زبانی هستیم که بالاترین درجه علمی رو میتونیم برای توهین به یک نفر استفاده کنیم. مثلا نگاه کنید، من میگم پروفسور، استاد، دانشمند، نابغه، میبینید تبدیل شد به دشنام. زبان بسیار پیچیده‌ای داریم و شدیداً سوء تفاهم در زبان فارسی ایجاد میشه. دلیلش چیه؟ میتونیم نگاه بکنیم به کتاب سبک شناسی محمد تقی بهار که 1320 این کتاب رو نوشته و اونجا توضیح میده که حمله مغول‌ها به لحاظ فرهنگی چه تأثیری بر ما داشت و باعث شده که چقدر با کنایه و استعاره صحبت بکنیم و چقدر سوء تفاهم و غیر دقیق بودن اتفاق بیفته. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که من مدیر نمیتونم شفاف با کارمندم صحبت کنم. نه اخراجمون اخراج درستیه، نه استخداممون استخدام شفاف و واضحیه، نه درست فیدبک میدیم، یعنی کارتو داری درست انجام میدی نمیدی، نگرانیم که ناراحت نشه یا یه جوری ناراحتش میکنیم که حد نداره. یک کوچولو بریم سراغ چیزی که من خیلی دوست دارم، مغز انسان رو کوچولو بشناسیم و ببینیم چه ویژگی‌هایی داره.
مغز انسان اگر بخوایم طبق نظریه پردازش‌های دوگانه نگاهش بکنیم، 2 تا پردازش اصلی داره. یه قسمت این جلوی مغزه که بهش میگن PFC، اصلا اسمش مهم نیست، پری فرانتال کورتکس، فقط میگم اونایی که دوست دارن بخوان جستجو بکنن راحت باشن. این قسمت جلویی مغز میشه PFC که تحلیل، منطق، 2 تا 4 تا، آینده نگری، برنامه ریزی، هدف گذاری، سود، نمیدونم همه اینا رو در نظر میگیره. بحث اراده و انگیزه رو بحث دارین که شما الان اینجا نشستین آموزش ببینید، تحلیل بکنید، بگید بله من میخوام توی یک دوره بلند مدت شرکت بکنم، کلی چیز یاد بگیرم، توی دانشگاه خوب یه آموزش خوب ببینم. خب این قسمت داره این کارو انجام میده دیگه. حالا یه قسمت دیگه هست، یک شبکه دیگه هست که این وسط بهش میگن سیستم لیمبیک سیستم. این مسئول هیجانات، عشق و حال، این ام الفساده، کلا همش دنبال تفریح و اتفاقای خوشایند و اینها هستش، همش لحظه الانو کار داره. میگه الان چی حال میده، نمیگه چی بعدن به نفعته. میگه حال الان ایرادی نداره به شرط اینکه آینده‌تو نابود نکنه، چون خیلی وقتا ما الان لذت میبریم ولی بعدن بد به مشکل میخوریم و آسیب میبینیم. خب ما این پردازش دوگانه مغز رو دونستیم. این سیستم هیجانی ما 2 تا رفتار کلا بیشتر بلد نیست، یا حمله میکنه یا فرار میکنه. یعنی چی؟ یعنی بیام اجدادمون رو نگاه بکنیم، قدیم از غارشون میومدن بیرون، بعد میدیدن یه شیر جلوی غار وایستاده، جوری داره نگاه میکنه. 2 تا کار میکردن، یا فرار میکردن یا حمله میکردن. کاری به جز مثلا بیام با شیر صحبت کنم، بیام داداش تو منو نخوری این دفعه، من قول میدم دفعه بعد جبران کنم، مسخره است دیگه. 2 تا کار به درد میخورد، فرار یا حمله. اگه زورش میرسید حمله میکرد، نمیرسید فرار میکرد. مدیرای ما الان همینن. اگر آموزش نبینی مغز اینطور طراحی شده. اگر سیستم لیمبیک ما، اگر سیستم کورتکس ما و مخصوصا پری فرانتال کورتکس ما، این قسمت جلویی، آموزش ندیده باشه که چی کار کنه، توی موقعیت‌های مهم کنترل رو میسپره دست سیستم لیمبیک. یعنی یا فرار میکنیم یا حمله. یعنی یک کارمندی کارشو بد انجام میده، یا فرار میکنی هیچی بهش نمیگی، میگی ولش کن، یا بهش میپری تو جمع تحقیرش میکنی، یا بهش بد میگی، طوری که اون کارمندی که بالاخره با جون و دل کار میکرده از شما متنفره، فقط میخواد بگذره. دیدین تو سازمان ها، من مجموعه هایی که دارم ساعت کاری نداره، تماما دورکارن، و مخصوصا توی شرکت آرامیا که به هر حال 20 تا همکار داریم، بسیاری از بچه‌ها رو من تا حالا حضوری ندیدم چون ایران نیستم و ساعت کاری نداره. و بعد من میبینم 12 شب بعضی موقع اونا به من پیغام میدن، در صورتی که من بهشون گفتم 9 به بعد شما اصلا نباید پیغام بدید، برید زندگیتون رو بکنید، نهایتا تا 6 ساعت کاریتونه و 6 تا 9 یه موقع کار ضروری بود شاید بهتون زحمت بدن، ولی میبینم بچه‌ها کار میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی مهارت‌های ارتباطی رو داشته باشی، کار که فقط پول نیستش، مهارت‌های ارتباطی که داشته باشی یک معنا میدی به افراد، و این چیزیه که به نظر من جاش واقعا توی کشور ما خالی هستش و ما باید این مهارت‌های ارتباطی رو بلد باشیم. حرف مهارت ارتباطی که زده میشه، همه میگن خب ما که بلدیم، ما که میدونیم. فکر می‌کنیم چون حرف زدن بلدیم دیگه مهارت ارتباطی هم داریم دیگه. تازه خیلیامون هم حرف زدن هم بلد نیستیم ها، ولی چون فکر می‌کنیم حرف زدن بلدیم، فکر می‌کنیم مهارت‌های ارتباطی رو بلدیم، در صورتی که واقعا اینطور نیست و پیچیدگی‌های زیاد داره. در یک جمله بخوام بگم، اگر آموزش ندیده باشیم قطعاً مهارت ارتباطی بلد نیستیم. خیلی میگن آقا کجا بدونیم مهارت ارتباطی بلدیم یا نه؟ خیلی شفاف جوابش اینه، اگر آموزش ندیده باشیم نمیدونیم. شما من بگین چطور بازخورد میدید به یک نفر؟ وقتی یک نفر رو میخوای، اصلا اخراج کردن داریم ما، اجازه اخراج داریم یا نه؟ یک سیستم دیگه‌ای نیاز داریم. وقتی یه نفر بد کار میکنه چی کار کنیم؟ وقتی توی سازمان میبینی یه جوی را افتاده چطور باید صحبت بکنی؟ اینا چیزایی که مثلا میگی من ذاتی بلدم، یعنی چی ذاتی بلدیم؟ مگه ذات ما چنین چیزی رو داره؟ نهایتا از یه عده دیدیم، خودمونم یه خود فکر کردیم، یه چیزی درست کردیم، اما آیا این مبتنی بر شواهده؟ آیا این بهترین روش تعامل هستش؟ من یه بازدیدی داشتم از کارخونه پاناسونیک توی شهر اگه اشتباه نکنم اوزاکای ژاپن. ایشون قائم مقام پاناسونیک توی تصویر میبینید. جمله خیلی عجیبی گفت، یعنی واقعا دستاورد من از اون سفر این بود. گفت ممکنه 3 سال طول بکشه تا مدیر کارمندش رو بشناسه، اما کارمند باید در کمتر از 3 روز مدیرش رو بشناسه. یه بار دیگه تکرار میکنم، ممکنه 3 سال طول بکشه تا مدیر کارمندش رو بشناسه، اما کارمند باید در کمتر از 3 روز مدیر رو بشناسه. میدونید این جمله یعنی چی؟ یعنی کارمندان نباید حدس بزنن که شما الان خوشحال میشی یا ناراحت، نباید بگن امروز مودش چطوریه، نباید بگن. انقدر باید ارتباطات شفاف باشه که اونا بدون هیچ ابهامی بدونن این رفتارشون این نتیجه رو خواهد داشت.
در صورتی که ما می‌بینیم اصلا اینطور نیست. حالا بیایم با هم یه موضوعی رو بررسی کنیم و اونم قدرت یه سری چیز هاست. ما یه سری حرف داریم تو سازمان، دیدیم خوراکش هم تو فضای کشور ماست دیگه. مسئولی میان حرف میزنن، میگن میخواهیم این کارو بکنیم، باید اینطور بشود، من حاضرم این کارو بکنم. حرف باد هواست، هیچ. یه پله از حرف جدی‌تر برنامه است. شما میگید ما یک برنامه داریم و قراره این کارا رو انجام بدیم، 1 2 3 این گام هاست، خیلی خوبه. همین چیز قوی‌تر از برنامه هست، اونم شایعه. شما برنامه میگه برنامه ما این است که امسال این کار بکنیم، شایعه میشه تو سازمان که قرار حقوقا رو نمیرسه بده، قرار تعدیل نیرو کنن، قرار جابجا بشیم، قرار فلان اتفاق بیفته. تموم شد، تمام برنامه‌ها فنا میشه. بعد از شایعه ما استراتژی رو داریم. استراتژی خود جوندارتر از برنامه است، قوی‌تر، پایدارتره. و از استراتژی قوی‌تر فرهنگ سازمان. و از من میپرسید فرهنگ سازمان چطور ایجاد میشه؟ در یک کلمه میتونم بگم ارتباط مدیر. مدیر چطور ارتباط برقرار میکنه؟ اون میشه فرهنگ سازمان. و غیر از این نیستش واقعا. خیلی میگم آقا این حرفا مال ایران نیستش، مال خارج. میگم ببخشید من از کدوم سیاره اومدم؟ درسته من ایران نیستم، ولی کسب و کارهای من ایرانه. منم دارم با همین بچهای دهه 60 و 70 و 80 کار میکنم. بله دهه 80 میدونستم مهارت ارتباطی با دهه 80 یعنی چی؟ خیلی جالب بود. مثلا من یادم نمیره چند وقت پیش من خیلی راحتم با نسل‌های مختلف سعی می‌کنم تعامل بکنم، یعنی کسانی رو داریم که 20 سال از من بزرگتر هستن و همکار مجموعه من هستن تا کسی که واقعا تازه مثلا 19 سالش شده و میاد، به حال تعداد زیاد پوزیشن‌های مختلف هستن. و معمولا اتفاقا من جوونا رو خیلی دوست دارم، اونا که تازه وارد کار نشدن رو بگیرم، چون اینا هنوز آلوده نشدن، هنوز مدیرا گند نزدن به سبک کاری اونها و با یه انرژی بسیار زیادی کار می‌کنن. واقعا پر انرژی ترین بچه‌ای که من دیدم بچه‌ای که در حقیقت فرش جونیور هستن، تازه وارد بازار کار میشن، اولین تجربهشون دارن و جون دل کار میکنن، با جون دل کار میکنن. ولی باید بلد بشی ارتباط بگیری. مثال براتون میزنم، توی دفتر بودیم، یه مدیری دارم، این مدیر جایگاه بسیار بسیار بالایی داشت، حقوق عجیب غریبی میگرفت. یعنی مثلا سال گذشته شاید نزدیک 60-70 میلیون حقوق این آدم بود، جایگاهش برای همه مشخص بود و شرکت‌های بسیار بزرگ می‌خواستن این مدیر رو بگیرن و هی به اون گفتن آقا این مثلا مجموعه بیشتر از یک مجموعه کوچیکیه، تو چرا اونجایی؟ بهش پیشنهادهای خوب میدادن. با جایگاه بسیار بالا، سنش هم از همه بیشتر بود تو اونجا و خیلی آدم متواضعی. گفتش که من دارم میرم چای بریزم، کسی میخواد؟ از اون تعارفای ایرانی دیگه. بعد خیلی جالب بود، یکی از همون بچهای دهه 80 لیوانشو داد، گفت زحمت بکش برای من بریز. خب ما همه خندیدیم تو دفتر و برای من کاملا قابل درک بود. بله دهه 80 رفتارش متفاوته و شما قراره در ادامه دهه 80 کار کنید. مهارت ارتباطی بلد نباشین به مشکل میخورید، چون دهه 80 مثل دهه 50 رفتارش تو محیط کار نیست، مثل دهه 60 نیستن، متفاوت میشه. و ما این سری مدیر داریم که کلا کارشون غر زدنه. وای این دهه 60 چقدر بد کار میکنن، وای دهه 70 چقدر بد کار میکنن. ببین اگه 3 دهه مشکل دارن احساس میکنی مشکل خودتی. این میشه مهارت ارتباطی و فرهنگ سازمانی اینو به ما نشون میده و این تصویر رو به ما میده. یه مثال خیلی خیلی ساده بخوام بزنم از بازخورد دادن که چقدر بازخورد دادن تو محل کار مهمه. آقای دن اریلی اومد یه پژوهشی انجام داد. دن اریلی واقعا پژوهشگر قوی و قدری هستش، معروف ترین کتابش Predictably Irrational، به طرز قابل پیش بینی غیر منطقی هست. میاد روی در حقیقت علوم رفتاری کار میکنه و یک behavioral scientist هست، دانشمند علوم رفتاری. اومد یه پژوهشی انجام داد، به سری دانشجوها گفت، حالا این رو بگم چون من خودم قبل از اینکه خارج از ایران تحصیل کنم اینو نمیدونستم، پژوهشایی که انجام میشه در خارج از ایران این مدلیه که دانشگاه اعلام میکنه، میگه که ما یه سری شرکت کننده میخوایم، حالا اونایی که میان مثلا ساعتی بهشون 5 پوند میدیم یا مثلا یه ووچر خرید آمازون میدیم یا فلان، یا قرعه کشی میکنیم، یه ووچر $50 رو بین هر 5 نفر یه قرعه کشی میکنیم. مثلا یه منبع درآمد برای دانشجو هم میرن تو پژوهش‌های مختلف شرکت میکنن، هم یاد میگیرن پژوهش چیه، بعدن هم در حقیقت اون پژوهش رو بررسی میکنن، هم از اون طرف در حقیقت پول به دست میارن. خیلی خوشاینده براشون. برای دانشجو مثلا 10 پوند هم 10 پوند کیف میکنه دیگه بر خودش. اومدن گفتن آقا ما یه پژوهشی داریم، میخوام ببینیم شما چند تا غلط تایپی میتونید پیدا بکنید توی این متن. دانشجوها نشستن گفتن به ازای هر یک صفحه‌ای که شما غلطا رو مشخص کنید $1 بهتون پرداخت میکنیم. یه عالمه دانشجو اومدن نشستن و این پرداخت‌ها رو انجام دادن. این میخوام در حقیقت غلط‌ها رو گرفتن که بله اینجا این غلط تایپی است، اینجا این غلط تایپی رو. بعد دیدن که این دانشجوها
وقتی کاغذ رو میارن $1 رو میگیرن، بعد گفتن فقط وایسین، اگه بخوای میتونی یه صفحه دیگه انجام بدی ولی 95 سنت دیگه، $1 نه، 5 سنت کمتر از $1. دوباره یه سری دانشجو قبول میکردن، میرفتن میومدن میگفتن خیلی خوب، اینم صفحه دوم. میگفتن اگه یکی دیگه انجام بدی 90 سنت. همینطور قیمت رو میآوردن پایین، خواستن دانشجو کی انصراف میدن دیگه این کارو انجام نمیدن. حالا تحقیق زیبایی در اریلی چی بود؟ اومد آدما رو 3 دسته کرد و رفتار با آدما 3 حالت بود. حالت اول این بود، کاغذی که آدم‌ها باید تحویل میدادن بالاش اسمشو نوشته بودن، مثلا نوشته بودن جوزف مثلا پیترسون، خب اسمشو نوشته اون بالا. بعد مصحح، اون مسئولی که اونجا بود، کاغذ رو میگرفت، یه نگاه میکرد، میگفت آها میذاش کنار، همین، نگاه میکرد، آها میذاش کنار. حالت دوم، کاغذ اسم نداشت، شما کاغذ رو تحویل میدادی، این میگرفت میذاش کنار بقیه کاغذا، نگاه نمیکرد و معلومم نبود تو صاحب این کاغذی. و حالت سوم بدون نام بود، مستقیم مینداختن داخل کاغذ خورد کن. یعنی شخص میومد کاغذ رو میداد، این میگرفت مینداخت، کاغذ رو تیکه پاره میکردن، تمام شد میرفت. 3 تا حالت. خب حالا باید ببینیم این آدم ها، گروه اول دیدن به کارشون توجه شد، در حد آها نگاه کردن گفتن آها. گروه دوم بی توجهی شد بهشون، گروه سوم توهین شد به کارشون. بیایم نگاه کنیم ببینیم این افراد حاضر بودن با چه درآمدهایی کار کنن. خب ما تو این پژوهش این مشخصه برامون دیگه، هر چقدر عدد پایین تر باشه یعنی افراد انگیزه بیشتری دارن، حاضر بودن با پول کمتر کار بکنن. بیایم ببینیم نتیجه چی شد. گروه اول، گروه دوم، گروه سوم. گروه اول معلومه کیان، اون بنفشه، گروهی هستن که یه جواب آها گرفتن و نام داشتن. اینا تا 15 سنت اومدن کار کردن. گروه دوم گروهی بودن که کاغذشون رو بی توجهی کردن گذاشتن کنار. گروه سوم همین 30 سنت. و میبینید به یکی توهین کنی یا بی توجهی کنی نتیجهش یکیه. توهین و بی توجهی یکیه تقریبا تو محل کار. و یه مینیمم آها گفتن ببین چقدر اثر داره. حالا اینجا مدیر ایرانی میگه آقا به کارمند توجه کنی پررو میشه. ببین چقدر بلد نیستیم که یا از این ور میفتی یا از اون ور. چطور درست توجه کنم که با جون و دل کار کنه، پررو نشه و وقت زیادی از من نگیره. این میشه مهارت‌های ارتباطی. چطور فیدبک بدم؟ کارمند میگه آقا من وام میخوام، من افزایش حقوق میخوام، چطور نه بگم که دردش نگیره؟ نگفتن این مهارت سخته. مهارت ارتباطی میگم فکر نکنید فقط صحبت کردنه. میخوام به یه کارمندی بگید آقا برو این کارو انجام بده. چطوری میگیم؟ اکثر ما میگیم برو این کارو انجام بده، بعدم میگیم اینو چرا اینجوریه، چرا یه کار ساده رو نمیتونن انجام بدن. من یه جمله خیلی یعنی یه نمودار خیلی تلخ دارم، اینا مدیرات دوست ندارن بشنون ولی واقعیته. میگم ببین اگه کارمند خوب نیست چند تا دلیل داره. 1 آموزش ندیده، نمیدونه چطوری کارشو انجام بده. 2 KPI یا هدف درستی نداره، یعنی اصلا معلوم نیستش که باید چه کاری رو انجام بده. 3 بازخورد نگرفت، یعنی بهش نگفتی کجای کارت ایراد داره. 4 کار براش واضح نیست، شفاف نشده، مثلا فهم کرده باید این کار انجام بده یا مناسب این جایگاه نیست، آدم به درد نخوریه، یا مسئولیت پذیر نیست، عوضیه، بپیچونه، یا حجم کاراش براش زیاده، یعنی خیلی زیاده، یا این آدم نمیتونه این همه کار رو انجام بده، یا این کار واقعا کار پیچیده‌ایه. اینا دلایلیه که یه کارمند خوب نیست. 4 تا دلیل اول یعنی توسط مدیر درست هدایت نشده، یعنی آموزش ندیده، KPI نداره، بازخورد نگرفته، کار براش واضح نیست. و این 3 تا دلیل آخر یعنی درست استخدام نشده. خلاصش اینه که تقصیر مدیره. یعنی هر جا می‌بینیم مشکلی وجود داره تقصیر مدیره و ما اینجا با مهارت‌های ارتباطی یاد می‌گیریم جلوی این فاجعه رو بگیریم. آره. متشکرم. یک جمله هم بله بگم راجع به بحث مذاکره. بله. مذاکره تو کشور ما اینطور آموزش داده میشه که تکنیک‌هایی که بریم امتیاز بگیریم. ولی صحبت که من میخوام بکنم مذاکره اخلاقی. اگه دنبال بیزینس جدی هستیم ما باید جوری مذاکره بکنیم که شخص بلند مدت با ما بخواد تعامل بکنه. پس فکر کندن و فرار کردن نباید باشیم. یک مذاکره اخلاقی و بسیار بسیار حرفه‌ای که حتما در دوره مذاکره با خود شما خواهیم بود و یاد خواهیم گرفت. متشکرم آقای پیام بهرامپور عزیز.